سعی میکنیم جلسات آموزشی باشه و در عین حال با همدیگه یک تماسی هم بگیریم. اه، اه، و یک چیزی که هست اینه که سالها ما، یعنی این چند سال همش میگیم که نیروی جوان جز ما بیان و سیپنا رو ببرن جلو، و امروز خوشحالیم که دو نفر برای ما صحبت خواهند کرد که هر دو از جوانان ما هستن. البته اینجا بینم که من یکم صبر کنیم، دکتر ادمز و دکتر سیاسی هر دو اومدن. اوکی. با سلام به دکتر ادمز و دکتر سیاسی، ما جلسه رو همین الان شروع کردیم و من گفتم که امروز ما دو جوان داریم که در سیپنا در یکی دو سال گذشته فعال بودن و امروز پرزنت میکنن. اول میخوام دکتر شهریار باروتی رو معرفی کنم. دکتر شهریار باروتی هم خلبانن و هم پزشک. ایشون در ایران در مرکز آموزش فنون هوایی دانشکده صنعتی هواپیمایی کشوری خلبانی رو، دوره خلبانی رو دیدن و خلبان ایران ایر بودن با 5000 ساعت پرواز و خلبان ایرباس بودن در هواپیمای ملی ایران ایر. و بعد از اون رفتن به دانشکده پزشکی، تحصیلات پزشکیشون رو در دانشگاه علوم پزشکی قزوین گذروندن و مدرک پزشکی گرفتن و بعد به عنوان پزشک هوایی کار کردن و در پزشک هوایی معتمد سازمان هواپیمایی کشور بودن در ایران و همینطور پزشک و قائم مقام مرکز پزشکی هوایی ایران ایر بودن. در جوار این همچنین خودشون یک درمانگاه شبانه روزی شهرزاد در تهران به وجود آوردند برای بیشتر کسانی که طاقت مالی نداشتن که به اونا کمک کنن و خودشون به عنوان مدیر، بگیم مدیکال دیرکتور اونجا کار کردن و به عنوان پزشکی کردن و الان در آمریکا هستن، امتحاناتشون رو گذروندن و در سن هوزه بیهیویرال هلت به عنوان سکرایبر کار میکنن و برای رزیدنسی پزشکی سایکیاتری توی کشور اقدام کردن، اینترویو گرفتن و ایشالله به زودی میشنویم که قبول شدن و دستیار رزیدنت سایکیاتری در اینجا خواهند بود. صحبت امروزشون رو ما در میتینگ سال پیش اگر یادتون باشه یا میتینگ امسال میتونیم بگیم می 2025 در لس آنجلس شنیدیم یه خلاصه شو و گفتیم که در طول سال پرزنت کاملتری رو از ایشون خواهیم شنید. سلایداشون و پرزنت به زبان انگلیسی خواهد بود، ولی بعدش تمام سوالها و کامنت ها هر چی باشه رو به هر دو زبان جواب خواهند داد. آقای دکتر باروتی، شما فکر کنم اسکرین شیر دارین، درسته؟ بله همینطور هست. خیلی ممنون از معرفی شما. هر موقع که اگر که اسکرین من میبینید اسلاید رو من شروع کنم. بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون از همگی که تشریف آوردین. من با اجازهتون همونطور که آقای دکتر گفتن این اسلایدر رو به زبان انگلیسی میگم، ولی خب اگه سوالی بود هم فارسی هم انگلیسی در خدمت دوستان عزیز و اساتید گرامی هستم. آقای دکتر باروتی، صداتون یا آهسته است، میتونی یکم بلندترش کنی؟ اجازه بدین من سعی میکنم خودم بلندتر صحبت بکنم. اگر که الان بهتره صدای من؟ ما یه مشکلی چند دقیقه پیش برای میکروفون داشتیم، فکر کنم برطرف شد یا بهتر شد. اگر که حالا صدای منو میشنوید من ادامه شروع کنم. آیا همگی صدای دکتر باروتی رو میشنون؟ بله. بله خب خیلی اوکی، من پس سعی ادامه میکنم بدید. بله. حتی اسلاید رو من نمیبینم. الان روی صفحه شما آقای دکتر پهلوان چی میبینید؟ شکل ماه شما رو. لطف دارید.
یعنی من سعی کردم که دو قسمت باشه، هم تصویر خودم هم تصویر اسلایدا باشه. فکر کنم اگر فول اسکرین کنید شاید اسلایدارم اون قسمت سمت راست بیاد. آقای دکتر گیران، شما اسلایدار رو میبینید روی صفحتون؟ من یک دونه اسلاید میبینم. بله، به عنوان تایتل Why Hospital Should Fly. یعنی تصویر من رو شما نمیبینید ولی اسلاید میبینید؟ نه، تصویر شما رو هم میبینم. آها. بله الان این وای هاسپیتال شد فلای. بله، بسیار عالی. خیلی ممنون. پس من شروع میکنم با ایزتون. Okay, people sometimes joke that your check suitcase has a higher survival rate than a patient admitted overnight. Of course, that comparison isn't fair. Airplanes operate within the mechanical system that can be fully engineered, while hospitals care for human beings, and life itself is never fully under our control. But even in that uncomfortable joke, there is a message. It's not about outcomes, it's about exposure to human error. In aviation, error is expected, measured, and managed. Every potential mistake is analyzed, rated for probability, and built into a design of procedures and system. In healthcare, error is often still seen as a personal failure, sometimes something to hide rather than something to anticipate. Is that what makes this metaphor so powerful? It's not about who's better, it's about who has learned to engineer safety around human imperfection. And there is another important difference: trust. When people board a flight, they don't usually check their pilot's or crew's resume or look them up online for rating. They trust the system, the layers of training, oversight, and communication that make safety routine. In healthcare, trust still depends too much on the individual. A brilliant surgeon, a careful nurse, a dedicated psychiatrist, each doing their best within a system that are not always designed to protect them from fatigue, distraction, or miscommunication. So when we say hospitals should fly, it's not about comparison of outcomes. It's a call for learn from aviation success in transforming a high-risk, error-prone industry into a model of reliability and accountability. That's what this first part about, how aviation learned to expect error without fear, how medicine can use this same mindset to make care safer for both patients and professionals. 50 years ago, aviation looked alike like healthcare today. Accidents were blamed on bad pilots. Investigations ended with phrases like human error, as if that explained everything. Then in 1977, two Boeing 747s collided on the runway in Tenerife, killing 583 people, the deadliest accident in aviation history. It wasn't caused by engine failure or weather, it was caused by miscommunication, hierarchy, and fatigue. The captain was experienced and respected, but he didn't hear the tower clearly, and no one in his crew felt empowered to question him. That moment forced the aviation world to face the uncomfortable truth. It wasn't bad people, it was bad systems. Exactly the same communication, exactly the same conclusion in the Institute of Medicine reached in 1999 with its report to Err is Human, estimating nearly 100,000 preventable hospital deaths a year. Both industries discovered that safety doesn't depend on heroism, it depends on design. In aviation, that realization birthed
Crew Resource Management, CRM, the science of teamwork, communication, and shared responsibility. Before CRM, captains act like God with the little g, as Captain Sullenberger wrote in his foreword to Beyond the Checklist. First officers carried notebook listing each captain's mood. 20 years ago, when I was in training, I remember there was a famous saying among pilots and captains. It was after takeoff, it was a task of first officer or co-pilot. After takeoff, gear up and then shut up. Just as nurses sometimes whisper to each other, be careful, Dr. So-and-so is on call today. CRM flipped that culture upside down. Instead of authority based on rank, it built authority based on information. Everyone in the cockpit, pilot, co-pilot, flight attendant, flight mechanic, gained both the duty and right to speak up. A modern cockpit is no longer a place for silence, it's a place for dialogue. Pilots are trained to brief, challenge, cross-check, and debrief every flight. They learn how to disagree respectfully, how to admit fatigue, and how to recover from mistake without shame. Aviation moved from individual intelligence to team intelligence. And that shift from me to we is the exact shift healthcare still struggled to make. You can't build a perfect human, but you can build a system that catches human imperfection. In most hospitals, the environment still mirrored the old cockpit. In most hospitals, the environment still mirrors the old cockpit. We value technical brilliance over collaborative awareness. We expect perfection, but we train people in isolation. When something goes wrong, we hold a morbidity and mortality conference. One of our best opportunities to learn, though it is still something slipped into searching for blame instead of understanding the system. We talk about who did what, but rarely about why the system allowed it. Beyond the Checklist call this the illusion of teamwork. People sharing space, but not truly sharing a mission. Medicine loves to teach autonomy. Aviation teaches interdependence. In the hospital, a nurse might notice a wrong dosage, but hesitate to question a physician. In a cockpit, a first officer is required to challenge a captain if a mistake is suspected. The difference isn't personality, it's training, expectation, and safety culture. If hospitals adopt the same level of psychological safety, the majority of medical errors could disappear. So what makes aviation safe today? Not a perfect engines, not a bigger budget, it's a culture. It's a living system where learning replaces blame. Every incident from a bird strike to a misplaced checklist or document is reported without fear of punishment. Errors are analyzed, shared, and turned into new procedures within weeks. Pilots attend a recurrent training every 6 months, not because they failed, but because excellence requires rehearsal. Hospitals, by contrast, often train a new policy once, file it away, and hope people remember. Okay, now let's talk about some concrete tools aviation created that medicine later borrowed and sometimes misunderstood. Number one is checklists. Aviation checklist isn't a to-do list, it's a shared cognitive anchor. It's aligned two or more minds around the same sequence, ensuring that what is routine for one is confirmed by another. When medicine adopted checklists, like in surgery, it often became a paperwork rather than a communication. Many wrong side operations, amputating the left leg instead of the right,
or operating on the wrong organ have happened not because of poor skill, because of team skip or rush the surgical checklist. The power of checklist is not the box, it's a conversation. Number two, briefing and debriefing. Before every flight, the crew review weather, passengers, technical issue, and workload. After landing, they discuss what went well and what didn't. Imagine in every medical team debrief after each code blue or operating day, not for blame, but for shared learning. Number three, threat and error management. Pilots assume that threat, fatigue, distraction, stress will always exist. They focus on detection and recovery, not denial. In medicine, we still threat error as a moral failure instead of predictable human behavior. Number four is self-reporting culture. Just last week, I watched a discussion between a physician and two nurses about whether a patient had received an extra pill. Everyone debated who was right, but no one said, let's report the incident and learn from it. And number five, force stops concept and error tolerant design. Another principle aviation built into its DNA is the force stop. You can't set a flight altitude that's thousands of feet off the intended level or enter impossible airspeed. The system simply won't allow it. Healthcare has wisely started to copy that. In many EMR, including the EMR I'm using daily, if you try to prescribe a medication dose for outside of the safe range, the computer blocks you. The smart infusion pumps and e-prescribing alerts are digital version of aviation force stops. And finally, let me add one more simple but powerful tool: closed loop communication. Next time you order a medication, whether by phone or in person, don't say anything. Don't say anything after giving the order. Just wait. You will be surprised how many times the other person doesn't read it back. And that's the real problem. We won't expect people to get everything right all the time. That's impossible. But we expect a system. What we expect is a system that verifies every critical piece of information before it reaches the patient. It closes the loop. In healthcare, that loop is often left open, and a tiny gap between assumption and confirmation. The goal is built to a shared habit of verification, because communication without closure isn't communication, it's assumption. Now, why I'm telling this to a room full of psychiatrists? Because psychiatry understands something aviation forget. That's the system are made of humans, and humans are emotional machines. Every checklist, every procedure, every algorithm only work if people using it feel safe, valued, and heard. You know that burnout, fatigue, and depression, anxiety, shame silently erodes safety long before any incident occurs. So as hospitals try to fly, psychiatry becomes the wind beneath their wings, because no safety culture survives without psychological safety. And that brings us to the next question, the mirror image of today's theme. If aviation once taught hospitals how to prevent system failure, maybe psychiatry can now teach aviation how to prevent human failure. Over the past 2 decades, we've adopted many lessons from aviation: simulation training, checklists, and structural communication.
and outcome have improved. But there is still room to grow. The system aren't improved faster than the culture that sustained them. If we continue to build on that humility, replacing blame with curiosity, hierarchy with teamwork, and silence with communications, then hospitals too can truly fly. And once they do, it's a time to look back at the sky and ask new questions. After all that hospitals have learned from aviation, what can aviation now learn from us, from psychiatry, from the science of human mind? That's what I will explore in the next part, why airplanes need to be hospitalized. Okay, in the first part of this presentation, I talk about why hospitals should fly, how healthcare can learn from aviation's remarkable culture of safety, checklist, crew resource management, and system thinking. But now, let's reverse the question. What if airplanes need to be hospitalized? Aviation has mastered mechanical safety, but can still learn from psychiatry how to care for the human being inside the system. Hospitals learn to prevent technical failure. Aviation can learn to prevent human breakdown, because when people suffer in silence, systems fail loudly. Flying demands perfection, but humans aren't machines. Even the most skilled pilots are vulnerable to stress, fatigue, anxiety, depression, and burnout. When I worked as a pilot and aviation medical examiner for Iran Air, I saw this firsthand. We ran monthly training classes and pilot gathering, and I quickly realized how widespread misconceptions were about mental health and performance. Many pilots sincerely believe things like you can train your body to sleep less. Over-the-counter medications are harmless. Depression just passes with time. It doesn't need treatment. These weren't isolated misunderstandings. They reflected a cultural blind spot. The very people responsible for hundreds of lives had almost no structured education on their own psychological well-being. Research confirms that patterns. A large 2016 environmental health study found that 12.6% of airline pilots met the threshold for depression, and 4% report suicidal thoughts in the previous 2 weeks. Yet few thought help, mostly due to fear of losing their license. When psychological issue goes undetected, the consequences can be devastating. Germanwings Flight 9525, 2015, was a famous case. The co-pilot, suffering from severe depression, locked his captain out of the cockpit and deliberately crashed the airplane into Alps, killing 150 people. He had seen multiple doctors and was declared unfit to fly. Yet there was no coordinated psychiatry follow-up or airline-based monitoring. This was not just the tragedy of person, but of an entire system that had no structure for safe disclosure. Another example, Silker Flight 185, 1997. A captain under financial stress and emotional strain have intentionally crashed his aircraft, killing 104 people. Again, no psychological safety net exists. Alaska Airlines Flight 1282, 2024, last year. An off-duty pilot
riding in a jumpsuit, suffered a brief psychotic episode and tried to shut down both engines mid-flight. Thankfully, the crew intervened, but the evidence showed how sudden and unpredictable untreated mental health crisis can be. These are extreme examples, but they remind us that mental health is not separate from flight safety. It's flight safety. In aviation, every safe flight begins with briefing, a review of weather, aircraft status, and crew coordinations. For years, this briefing focused on airplane, not the people flying it. To address that, aviation introduced I'm Safe checklist: illness, medication, stress, alcohol, fatigue, and emotion. A self-check for pilot readiness. But in many airlines, it became routine compliance. I'm safe, I'm good to go. A checklist without reflection. At Iran Air, we tried something different. A mental readiness briefing. It wasn't about confession, it was about awareness. If someone was tired or distracted, we didn't remove them, we adjust our plan. Let's do a visual approach today. Let's use the ILS, Instrument Landing System. That small shift turned a checklist into a conversation, from judging fitness to managing human performance. Over time, it changed culture. All around the world, pilots began to see mental readiness as a part of flight planning itself. This part actually may surprise you. Until 2010, if a pilot admitted to taking any antidepressant, even an SSRI, their career was over. Then after years of advocacy, research, something finally changed. FAA and airline community have made progress. Pilots on a stable antidepressant can fly under supervision through HEAMS program. Peer support programs like ALPAs are available confidentially. Just this year, 2025 Mental Health in Aviation Act requires improved AME training and a stigma reduction. These are good steps, but still reactive. They relied on a pilot to seek help after a problem appears. There is no preventive psychiatry-led structure inside the most airline, actually. And families who often notice changes first are rarely included. I would like to propose a system where aviation learned from psychiatry preventive model, not waiting for crisis, but identifying risk early. Number one is assign one psychiatrist or psychologist for every 20 to 50 pilots. These professionals conduct quarterly wellness sessions and individual check-in, collaborated with AMEs, but stay outside of regulatory oversight to maintain trust. Number two, include families in education. A spouse or partners should be taught to recognize signs of fatigue, irritability, or emotional withdrawal, and how to encourage help seeking safely. Number three, establish regular mental readiness classes. Like recurrent simulator training, this session would focus on stress and fatigue management. Safe medication use, including over-the-counter, early sign of depression and burnout, and how to self-report safely and confidently. Number four, protect self-reporting. Create a non-punitive channels so pilot can say, I'm struggling without automatic disqualification. Psychiatrists and AMEs can jointly assess readiness using data, not a stigma. Number five,
track outcomes. Measure success by tracking fatigue reports, sick leave, incidence rate, and pilot satisfaction over time. So when I say airplanes need to be hospitalized, I mean that aviation needs the same kind of preventive multidisciplinary care that hospitals give their patients. We already maintain the metal of the aircraft. It's a time to maintain the mind of the pilot. Because in the end, airplanes don't fly. People fly airplanes. Thank you. And finally, I want to disclose the limitations of this presentation. What if I'm wrong? Aviation deals with mechanical precision, healthcare with biological unpredictability. They can be identical. Hospitals and airline can adopt tools, but transforming behavior and hierarchy takes generations. And what works for pilots may not translate easily to nurses or physicians under different environment and pressures. And we have strong logic and examples, but limited long-term research on preventive psychiatry in aviation. And finally, no checklist or policy can replace empathy, judgment, or human connection. Thank you very much. خیلی ممنونم. من در انتها خواستم این پرزنتیشن رو تقدیم کنم به اعضای محترم سیپنا، آقای دکتر شفا که این جمع رو به من معرفی کردن و خصوصا آقای دکتر نینوس ادمز که در این 1 سال گذشته من بسیار از ایشون آموختم. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر باروتی. خیلی پرزنتیشن ارگانایز بود و پیامتون خیلی رسا. اگر کسی سوالی داره میتونین یا یکی یکی بپرسین یا اون ریاکشن دست بالا کنید و من یکی یکی میتونم بپرسم. سوالا میتونن به هر زبانی باشن. دکتر باروتی، اولین سوال من خودم میخوام بکنم اینه که شما چیزی که من گفتید که خیلی وقتا میس کامیونیکیشن و عدم ارتباط چه در بیمارستان چه در بگیم هلت کیر و چه در بگیم اوییشن باعث کاتاستروفی میشه. درسته؟ بله همینطور هست. اوکی. و همونطور که گفتین توی بیمارستان ها شما اشاره کردین به تایم آوت کردن. آیا همچین چیزی امروز در اوییشن هست؟ قبل از هر پروازی یه تو اون بریفینگی که چیزی میشه دنبال همه چی میرن که مثلا اون چک لیست هست یا نه؟ مثلا میدونیم که الان تو حتی میخوایم ای سی تی بدیم باید اول بگیم مریض کیه، چقدر دارو میدیم، بایلترال یونیلترال کیه، مریض خودش رو معرفی کنه و بعدش بدیم. آیا همچین چیزایی تو هواپیما هم هست تو اوییشن؟ بسیار سوال خوبی بود. خیلی ممنونم که پرسیدین. اتفاقا این چکلیستی که فرمودین برای ECT و برای بقیه پروسیجرها خصوصا در اتاق عمل، اینها سالیان پیش همونطوری که عرض کردم از ایوییشن گرفته شده و در اصل این چکلیست ها این کانسپتشون به خاطر فقط خوندنش نبوده که الان خیلی وقتا ما شاهدش هستیم. اینو میارن فقط میخونن به عنوان که پروسیجری که قبل از در واقع یه چکلیستی که قبل از پروسیجر انجام داده باشه. ولی اتفاقا توی ایوییشن و توی هواپیمایی اینا به صورت چالش اند ریسپانس خونده میشه. یعنی یک نفر اینا رو میخونه و نفر بعد تایید میکنه و اینو در واقع در یک کلوز لوپ همدیگه رو قرار میدن و بسیار اهمیت داره. و یک مطلب دیگه که چکلیست باعث میشه که سیفتی رو ایمپروو بکنه اینه که ما مخصوصا تو شرایط سخت و تو شرایط امرجنسی شاید نتونیم به مموریمون به حافظمون اعتماد کامل بکنیم. این چکلیست کمک میکنه به اون اطلاعاتی که داریم بتونیم از اونا در اون موقع حساس استفاده بکنیم. ولی همونطوری که شما هم فرمودین در ایوییشن 2 مدل چکلیست داریم. یه مدل نورمال چکلیست هست و یک مدل امرجنسی چکلیست. ولی در هر صورت جواب بله هستش
و قبل از هر فازی از پرواز این چک لیست ها خونده میشه، حتی قبل از شروع پرواز. خیلی ممنون. آقای من دو نفر ببینم دست بالا کردن، ولی اول از مهمانمون میخوایم آقای دکتر احمدی بار اولا اینجا، شما سوالتون بفرمایید. Avalan, thank you everybody on Dr. Bahruti's invitation. I was invited to your group and I'm sure to be joining you all very soon. فارسی هم میتونم صحبت کنم ولی for the هر زبانی feel free، هر زبانی راحت هستیم. easier. So I am actually an older fourth year resident at a small community hospital. And I'm also the chief resident. I'm actually familiar with Atul Gawande's kind of really important book that came out. I had to look it up in 2009. In 2009, the Checklist Manifesto that really brought in all of the ideas from the aviation industry into the operating room and then spread out into the rest of medicine, I think, with the idea of having these checklists. One of the areas that kind of stood out to me, and I think it stands out to a lot of people, is the person who runs the checklist is not the person at the top, but usually one of the lower people who are running this checklist. At least that was what I recall from the book. Now, I just finished, I'm sorry, it's a long question. I just finished my inpatient rotations, and what I am seeing is when we are trying to take care of our patients in emergent situations, it seems the checklist is coming from the regulatory agencies. And for instance, now at my institution here in New York State, I'm not allowed to give a B-52 because it's seen as a chemical restraint against the patient. Whereas I'm looking at the safety of the patients. I'm looking at what's going on immediately. And this was something you mentioned in your presentation, that there still needs a little bit work on the implementation of these checklists. And my question is, how do you balance having somebody who doesn't have all of the clinical knowledge and experience running this checklist, whereas here I am making a clinical decision, trying to help both my patient, the staff, and everybody in those situations, and then having how do I answer that question when it's being brought up to me in a regulatory meeting or something like that? That was a great question, actually, Dr. Jonas. The fact that you mentioned reminded me of a tragic accident. When I was in training almost 15 years ago, uh, it was a procedure for emergency descent, like following a rapid decompression, like a explosion in the cockpit or in the aircraft, that you have to descend rapidly, like in less than 2 minutes from 35,000 feet to the safe altitude, like almost 10,000 feet or MEL of the route. But in that particular checklist, this pulling the oxygen mask and establishing the oxygen mask was in the middle of checklist. And unfortunately, it happened in a flight. I'm not sure which flight it was, but it happened in an actual flight. I'm happy to research that and send it the exact information. But the scenario was like this: they tried to read the checklist, but read that part in the middle of the checklist, and they forgot to use the oxygen, and they passed out, and they couldn't carry the proper procedure. So when you say regulatory authorities like FAA, or in this case, authority of state here, they finalize and admit and approve a checklist, there is a huge question there, because usually people are using the checklist should design that checklist. But at the end of the day,
because we have many operators, they need to be organized under the authority, under a system that can oversight of all the operators. So there is always a balance between these two. But thank you for your question, and I learned it from Checklist Manifesto is a great book, like Beyond the Checklist and Why Hospitals Should Fly. خیلی ممنون از آقای دکتر شکوه امیری. اولا که خیلی ممنون که شما تشریف بردین تو این جلسه با ما. دکتر شکوه امیری از پرژین امریکن مدیکال اسوسییشن هستن و این بفرمایید سوالتون. متشکرم از شما و خیلی ممنون از آقای دکتر بروتی برای معرفی و پرزنتیشن بسیار جالب و خوب و ترکیب این دو تا سیستم. چون که من هم خودم همیشه علاقه داشتم که سیستم ها رو باید یاد گرفت، چه از اون سیستم هایی که در صنعت ماشین سازی هست مثل تویوتا یا موتورولا که بسیار از پزشکان باشون آشنا هستن، و یا از سیستم اوییشن و فضانوردی یا هوانوردی. ببینید، من فکر کنم که در بیمارستان ها، در قسمت های سرجری و در قسمت های خود من که در قسمت پاتولوژی هستم، این سیستم های چکلیست بسیار بسیار داره انجام میشه و هر روز هم داره پرفکتر میشه. و چیزی که هستش اینه که همونطور که میدونیم هم سیستم ممکنه اشکال داشته باشه، داخلش نقایصی باشه، و هم انسان ها که شما در قسمت دوم به خوبی به اون اشاره کردید. و به همین خاطر چیزی که من کامنتی که دارم اینجا هستش که هر چند که سیستم اوییشن الان خیلی خیلی پرفکت شده و سیستم مدیسین هم خیلی خیلی پرفکت شده نسبت به 50 سال پیش و نسبت به 30 سال پیش، چیزی که ما باید ازش یاد بگیریم و به صورت داینامیک، چه در قسمت سایکیاتری و چه در قسمت مدیسین کلینیکال، این هستش که هیچ وقت بسنده نکنیم به اونی که امروز داریم. مقایسه با گذشته 10 سال گذشته ما پیشرفت کردیم، ولی نسبت به 5 سال آینده ما هنوز عقب هستیم. یعنی اینکه ما باید بگیم که این سیستمی که الان داریم، چک لیست هایی که الان داریم، مثلا به عنوان مثال در قسمت لابراتوارهای پاتولوژی ما سیستم های بسیار بسیار دقیقی داریم، ولی با وجود این من همیشه میگم اینا کامل نیستن. ما کوالیتی سیستم داریم، کوالیتی منیجمنت داریم، کوالیتی اشورنس داریم، کوالیتی سیستم کنترل داریم، کوالیتی منیجمنت توتال داریم و توتال کوالیتی منیجمنت داریم. چند تا لایه کوالیتی بودش؟ خیلی زیاد. ولی آیا میتونیم ادعا کنیم که با تمام این کوالیتی ها که داریم اشتباه انجام نمیشه؟ نه. شما اشاره کردین که حدود 100,000 نفر در سال در آمریکا میمیرن به خاطر میس منیجمنت. من فکر کنم که عددش حدود 500,000 نفر هستش، فکر میکنم اگه یادم باشه حدود 500,000 نفر، یعنی خیلی بیشتر میمیرن. و با تمام چک لیست هایی که اوییشن داره، تقریبا پارسال بود که در یک فکر کنم در فرودگاه تورنتو بود که هواپیما از مسیر خارج شد و کج شد، با تمام مشخصاتی که هم کوالیتی تو سیستم هست هم تو خلبان هستش و یا پرسنل. ولی در هر حال همیشه اتفاق میفته. پس یعنی اشتباه همیشه اتفاق میفته که چون نه سیستم دیزاینش پرفکته، نه انسان ها ماها پرفکت هستیم. به همین خاطر من کامنت که دارم و خواهش که دارم از همه این هستش که در هر جایی که هستین، هر 2 ماه یا 3 ماه به سیستم خودمون بگیم آیا جایی برای پیشرفت، جایی برای تغییر، جایی برای بهبود، جایی برای ایمپروو کردن هست یا نیست. این منتالیتی رو ما باید تو خودمون و سیستممون اینو ما ایمپلمنت کنیم که همیشه میشه، حتی اگه 1 میلیمتر باشه همیشه میشه ایمپروو کرد. اگر فردا نسبت به امروز ما ایمپروو نکنیم و نشیم، یعنی عقب موندیم. اگر 3 ماه دیگه ما ایمپروو نکنیم، یه تغییری تو سیستم ندیم، نمیخوام بگم با عرض معذرت ما حالت مریضوار داشته باشیم، هی بخوایم عوض کنیم، هی بخوایم عوض کنیم، هی بخوایم عوض کنیم، اونطوری نیست منظورم، بلکه ایمپروو کنیم. یعنی همیشه جا هستش. در حال خیلی ممنون از علاقه شما به این دوتا و ترکیب این دوتا سیستم اوییشن و مدیسین. و حالا بای چانس خود من هم چندین ساعت آموزش پروازی در نیروی دریایی داشتم برای پروازهای هواپیمای مسافری نیروی دریایی. ممنونم. مرسی. باعث افتخار هست. مرسی. خیلی ممنون.
آقای دکتر شوگامیری، این یاد حرف سقراط میفتیم که زمانی که بگیم ما همه چیز رو میدونیم اون دیگه آخر یاد گرفتنمونه و دیگه چیزی بعد از اون یاد نخواهیم گرفت. این که همیشه آماده باشیم و موفق برای ایمپروومنت خیلی خوبه. دکتر دقیقا. باروتی ای کامنتی داریم برای صحبتیشون؟ خواهش میکنم. من موافق هستم با فرمایشاتشون و اینکه سیستم همیشه جای ایمپروو داره و همینطور اتفاقا من فکر میکنم ما یکی از درسایی که از ایوییشن گرفتیم این هستش که همیشه اکسپکت اینو داشته باشیم، همیشه انتظار ارور رو داشته باشیم و سیستم‌های بسیاری مثل شل مدل اینا طراحی شدن در سیستم هوانوردی که اینا در واقع سعی میکنن ارورها رو در نهایت بلاک کنن و اون چین آف ارور که در نهایت منتهی میشه به اکسیدنت یا اینسیدنت، این پروتکشن ها و این بریر ها هر کدوم در مقطع خودشون بتونن جلوی یه اصطلاحی استفاده میکنن به اسم سوئیس چیز مدل. یعنی این حفره هایی که در این هر اسلایس پنیر چیز هست اگه یه روزنه نور ازشون رد بکنیم، اگه الاین باشه ممکن از همه اینها رد بشه و به اون سطح بعد از اون پنیر برسه. اما هر کدوم از اینا یه ذره جابجا بشن، در جای درستی قرار بگیرن، باعث میشن که اون ارو لایت اینا در نهایت به یکیش برخورد کنه و به یکی از این سطح ها که توی ایوییشن بهش میگن لاین اف دیفنس اینا بتونه جلوشو بگیره و در نهایت last line of defense is human. In aviation is pilot, in medicine nurses, physicians, doctors. و نکته بسیار بسیار خوب بود، ممنونم که اشاره کرد. خیلی ممنون. دکتر ادمز نوبت شماست. دکتر نینوس. مرسی، خیلی ممنون. سلام به همه دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که با شما هستم و خوشحالم که اگه همه‌تون خوب هستین. خیلی ممنون دکتر شهریار باروتی. من میتونم بگم که باش کار میکنم، از پارسال شروع کردیم و این چیزا که راجع بهشون صحبت کرد ما یاد گرفتیم ازش، ایمپلمنت میکنیم. حتی وقتی میریم، اگه شما منو میشناسین، من نمیبینم، من رتینایتیس پیگمنتوسا دارم و شهریار منو کمک میکنه تو بیمارستان سنوزه. وقتی میریم با نرس ها اوردر بدیم، همیشه اگه یاد من میره این ازشون میپرسه can you please read the order back to me. و میخوام بگم که این this is very important. خیلی ممنون و من خودم از این نه که فقط academically یاد گرفتیم و clinically یاد گرفتیم چیزی. so, خیلی ممنون و خیلی خوشحال شدم که شما رو دیدیم اینجا و شنیدیم از شما. خواهش من میتونم چیزی اضافه کنم؟ بله. خواهش من میتونم چیزی اضافه کنم به حرفای آقای دکتر نینوس؟ بفهمید. دکتر ادمز خیلی خیلی محبت دارین، لطف دارین، این متقابل هست. من از شما بسیار یاد گرفتم و خواستم تو این جمع بگم دکتر ادمز یه جواهری بودن که من اینجا توی کالیفرنیا پیدا کردم و بسیار به این مفتخر هستم و بسیار از صمیم قلب من دوستشون دارم ایشون. و همینطوری در کنار من میتونم در مورد دو مرتبه اینجا دکتر ادمز بگم که اگر بقیه دوستان ایشون رو نمیشناسن، من به خاطر اینکه هر دومون آشوری هستیم ایشون رو میشناسم خیلی خوب. دکتر ادمز وقتی که در مدیکال سکول بودن، آخرای مدیکال سکول دایگنوز شدن به این رتینایتیس پیگمنتوزا و در طول رزیدنسی این بدتر شد و متاسفانه این 2-3 ساله که دیگه لیگالی بلایند هستن، ولی همونطور که گفتم این هیچ وقت نذاشتن که این مسئله و این دیسابیلیتی اونا از اهدافشون، از زندگیشون عقب بندازه. ازدواج کردن و یه پسر خیلی ناز 3 سالم دارن و خیلی هم فعالن در این کامیونیتی تیچینگ و همینطور در ادیکشن مدیسن و بقیه مسائل هم خیلی در بیمارستانشون کمک میکنن. به حال دکتر ادمز اینجا خواستیم بگیم که شما اینسپایریشن هستیم برای خیلی از فکر کنم نسل‌های آینده. خیلی ممنون. خیلی فارسی ممنون. رو هم خیلی ممنون. زبان فارسی رو هم در سن 20 سالگی یاد گرفتم. آره، زبان 4.
اوکی. خانم دکتر خاتمی دست بلند کردن. خانم دکتر خاتمی ایمونولوژیست ما هستن که از دوستان بسیار نزدیک سیپنا که حتی یک سالم در نیویورک برای ما یه سخنرانی داشتن. خانم دکتر خاتمی بفرمایید. خیلی متشکر. من یه مقداری ناچار بودم هوایی باشم با صحبت هایی که شد، ولی پیکاپ هایی که کردم اینی که شما هم اوییشن و هم هلت پروتکشن، هلت سیفتی رو مطرح میکنین. منو یادم به این انداختین که 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در همه یک کوچه. به عنوان ایمیونولوژیست و کسی که توی سرطان و غیره کار میکنه، شما یه اشاره و ضمناً من توی چشم پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا که کارایی کردم و آشنا هستم یه مقدار به رتینایتس پیگمنتوسا و بیماری های قرنیه و رتینا. خیلی چیزا به یادم اومد، ولی میخواستم بگم که موضوع اصلی این بود که ما با وجودی که گفته شد که پیشرفت پزشکی خیلی کردیم، ولی پیشرفتایی که کردیم در جهت increased sickness بوده. اگر استاتیستیک رو نگاه کنیم در 1910 for example، با وجودی که سانیتیشن کم بوده، دارو کم بوده و قبل از اینکه آنتی بیوتیک بیاد روی کار، ما 5 تا مرضی که میکشت بیشتر نومونیا بود و ناراحتی های قلبی و اینا رو من رپرزنت کردم در چند جا، نمیخوام توضیح زیاد بدم. و کنسر اصلا وجود خیلی کم وجود داشت، توی ریدار اسکرین نبود، ولی در عرض چند دهه گذشته وی ایندوست کنسر و الان با شرایط بعدی به خصوص کووید تربو کنسر خیلی زیاد شده. اینا دلایل بیولوژیک و ایمونولوژیک و به خصوص پولیتیکال داره، به خاطر اینکه ما باید همیشه مریض داشته باشیم. فارماسیوتیکال کامپانیا بدون اینکه دوا بفروشن و دارو بفروشن سروایو نمیکنن. این یه معضلیه که من دارم در حضور عده‌ای پروفشنال که توی MD هستن دارم صحبت میکنم و نمیدونم چه سولوشنی میتونیم براش پیدا کنیم که مردم سالم باشن. ما روز به روز مردم رو الان 50 تا 80 یه مقاله جدیدی من چاپ کردم 2025 حدود 50 تا 80% پیر و جوان مریضن. یه دلیلی داره. بله پیشرفت کردیم تکنیک و چیزای تخصصی، ولی ما جلو نیستیم، به خصوص تو امریکا با این همه خرجی که کردیم. در عرض چند دهه گذشته حدود 50 میلیون نفر از کنسر مردن و داروهای کنسر، در حالی که اون وقت از نظر اکانومیک خسارات بسیار زیادی به خانواده ها وارد شده و غیره و غیره. اینو خواستم فقط به عنوان یه درد دل پروفشنال با شما در میون بذارم، برای اینکه we are not advancing for the betterment of the humanity as far as health is concerned و نمیدونم چی کار باید کرد. البته کندی که آمده، من جز طرفداران کندی هستم
و امیدواریم که یه کاری بکنه، ولی خیلی مشکله and he's facing a lot of problem. مرسی بر اینکه فرصتی پیش اومد که یه چیزی بگم. درود بر شما جناب دکتر گریانا. من یه عرض سلامی بکنم خدمت همه و عذرخواهی از این که من یه کاری پیش اومد نتونستم. جناب دکتر من یه خاطره بگم از 2 ارست و سی پی آری که داشتم تا هواپیما. And that's why I really liked the topic. من تو 2008, 12 and 15 تو 8 و 12 2 ارست داشتم که ATA اصلا فولی ارست بود و جالبه که نمیدونم الان دیگه چجوریه. بعد از اون البته مسلح کردم خودم. این مانومتری که ما میبردیم گوشی رو میذاریم اصلا یوسلسه. اصلا هاسپیتالی در بیمارستان اون مردمی که بالا هستن اصلا ترکیبشون اصلا روشن نیست. من الان نمیدونم از این مانومترهای دیجیتال هواپیماها آوردن یا نیاوردن نمیدونم، ولی مریض عرض کرده بود هیچ نه ضربان داشت نه هیچی. ما خواستیم فشار بگیریم اصلا تو اون قارقور که نمیشه شنید این صدای نبض و دیالستول و سیستول و این که خب کارش به جای باریک کشید و خوشبختانه مریض بالاخره این اینترا هارت اپینفرین اینا داشتن زدیم زنده شد. دومیش هم که مال ترکیش ایر بود، اون خیلی کمتر بود ولی باز همین داستان بود. برای سومی من یه دونه از این دیجیتالا داشتم که بعد فهمیدیم بله مریض لو بلاد پرشر داره، مثلا خیلی پایین بود 8 9 نیاز به سی پی آر نداشت. حالا سوالم اینه یه چنین چیزایی الان هست یا نه تو هواپیما؟ صدای من میاد الان؟ بله 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 خیلی 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 نکته جالب بود. اتفاقا اون موقعی که من توی ایرانر به عنوان پزشک هوایی هم فعالیت میکردم غیر از پروازهایی که انجام میدادم، یه چیزی که متوجه شدم دیدم یکی از ضعیفترین قسمت های پزشکی در واقع هر ایرلاینی قسمت پزشکی هواییش هست و این برام خیلی جالب بود و اینا رو من حتی یادم هستش که آوردیم تمام این کیت ها رو بهش میگن دکتر کیت اصطلاحاً بهش میگن بله. توی پرواز هست و بسته به ساعت پروازی که هواپیما پرواز میکنه اینها تجهیزاتی که در اون دکتر کیتا هست مختلفه. مثلا اگه هواپیما که 2 ساعت داره پرواز میکنه خب خیلی بیسیک تر هست و هواپیما که مثلا داره 10 ساعت یا روی اقیانوس پرواز میکنه خب اون تجهیزات بیشتری داره. متاسفانه میگم این نه فقط ایران، بقیه جاهای دنیا هم این قسمت پزشکی هوایی از بقیه قسمت ها برای خود منم جالب بود که عقب‌تر هستن و امروزه توی پروازها هست. یعنی تقریبا یه امکانات کاملی رو حالا غیر از چیزایی که پروسیجرهای خیلی پیچیده یا نیاز به اتاق عمل داشته باشه توی اکثر هواپیما هست. ولی یعنی مانومتر مثلا دیجیتالی هست که آدم آنالوگش هست ولی دیجیتالش که آنالوگش اصلا به درد نمیخوره. بله اتفاقا اون زمان برای لوفتانزا برای من بلیت رفت و برگشت و مجانی ترکیش که چی نداد بهشون نامه نوشتم، تقدیرم نوشتم، گفتم آقا این داستان اینه برای بیمارین هواپیماهاتون اینو بذارید. حالا من بعد دیگه کیفم همیشه یه دونه از اون مانومترهای دیجیتال هست، بالاخره به کار میاد. ما پزشک بعضی وقتا تو این گیت نگاه میکنم میگن چیه، میگن واسه شماست. نه همینطوره ممکنه جون آدما رو نجات بده. من یه نکته هم شاید اینجا براتون جالب باشه بگم. اگر که توی پرواز مثل کیسی که شما گفتین مثلا مایوکاردیال اینفارکشن امای اگه باشه، خلبان موظف هستش که اینو یعنی شما اگه به خلبان بگین یا به سرمهماندار بگین که به پرس بگین، جز دیوتیش و تسکش هست که به نزدیکترین فرودگاهی که امکانات داره اونجا، یعنی خلبان آموزش دیده از قبل که یه ایرپورت انتخاب کنه، حتی تو اون فاصله جز وظایف خلبان هست که بررسی کنه. اتفاقا شد این و ما پرواز بین باستون فرانکفورت بودیم، یعنی 2-3 ساعت بود پا شده بود، 3 ساعت 4 ساعت، یعنی گفتیم بهش گفت you try your best I try my best. I tried my best
gladfully survived. خدا رو شکر. یعنی خیلی ولی مکافات بود. یعنی منظورم اینه که این یه چیزای این در تایید این صحبت و این چیزی که دارید میگید واقعا خیلی ارزشمنده که واقعا افرادی که در هوا دارن میرن باید همون نظامی که اشاره کردید همه این پروسس ها چک لیست ها باشه چقدر ارزشمند. من وقتتون نگیرم، خیلی ممنون از سخنرانی خوبتون. خواهش میکنم لطفا. جناب دکتر بریانا میوت هستید شما. خیلی ممنون. دکتر اسکندری، من جدیداً از یکی از هموطنهای خودمون شنیدم که با یکی از این هواپیماهای خیلی معتبر کشورهای عربی همسایه که می آمد گفت که فرد کنار دستیش اول با هم سلام علیک میکردند ولی همینطوری یهو متوجه شدن که نفس نمیکشه و بعد گفت دیدن که جانش رو از دست داده و همسرش هم کنارش بود و گفتن هیچ کاری نمیکنن و در طول این 10-12 پرواز فقط یه پتوی روش انداختن و 2 نفر اطرافش، یعنی 2 نفر کنار یک جنازه نشسته بودن، برای اینکه هیچ کار دیگه ای نمیتونستن بکنن. بعضی وقتا مثل این که این شرکت ها هنوز همونطور که آقای دکتر شکو امیری گفتن room for improvement همیشه هست و الان میبینم که آقای دکتر شکو امیری 2 مرتبه دستشون رو بالا بردن. بفرمایید. با تشکر. من یک کامنتی داشتم در رابطه با کامنت سرکار خانم دکتر خاتمی در رابطه با گسترش و افزایش تعداد بیماری ها و اینترستی که ایشون مطرح کردن ممکنه شرکت های دارویی داشته باشن. من به عنوان کسی که از آمار بیماری ها در کشورهای مختلف ممکنه اطلاعاتی داشته باشم، اینه که بیماری ها فقط به کشور پیشرفته آمریکا و اروپای غربی به اصطلاح محدود نمیشه، بلکه بیماری ها در کشورهای مثل آسیا، جنوب شرقی آسیا، آفریقا، گرینلند، اونجاهایی که شرکت های دارویی آمریکا و کانادا و برزیل و اینا اینترستی ندارن، خانم دکتر اونجاها بیماری ها از زمان کنفوسیوس بوده، از زمان بودا و زرتشت ما بودن تا الان. یعنی اینکه این بیماری ها جدید نیستن و ایندیوس نشدن، بلکه در طول تاریخ بشریت استافیلوکاکوس بوده، از زمان کوروش پیدا شده، الان هم ما داریم. تنها فرقی که کرده این داروها اولا که ما اینا رو بهتر میتونیم سریعتر میتونیم تشخیص بدیم، زمانهای قدیم نمیتونستن، الان اینا تشخیص داده میشه و با درمانایی که هستش تا حدود زیادی درمان میشن. خیلی از بیماری ها درمان شدن، خیلی از بیماری ها هم که ما کشف کردیم هنوز درمان نهایی نداریم. بله درسته 100%، اما به خاطر این پیشرفت علمی و کشفیاتی که شده و داروهایی که این کمپانی‌های داروسازی درست کردن با به هر انگیزه‌ای، جمعیت دنیا از اون زمانی که 20,000 نفر بودن یا 2 نفر آدم و حوا بودن رسیدیم به 8 میلیارد. در نتیجه اینکه ما بخوایم کمپانی‌های دارویی رو بلیم کنیم برای بیماری ها و یا کشف بیماری ها و یا عدم درمان بیماری ها، من فکر کنم که کامنتی باشه که میشه در موردش صحبت کرد که شاید 100% در اون جهت نباشه که شما فرمودین. خب من آخه فقط یه تذکری بدم. ما چون قرارمون عهد بستیم که اوورتایم نریم و تاپیک ها مربوط به صحبتمون باشه، یه سخنران دیگه هم داریم، یه 15 دقیقه خانم دکتر بحث دارن. بسیار این بحث ها شیرینه، ما میتونیم بشینیم راجع بهشون. من خیلی یاد میگیرم از این صحبت ها از همه دوستان. یعنی جناب دکتر گریانا اگه صلاح بدونید قسمت بعدی رو بریم که ما دوستان رو معطل نکنیم. همطوری که میگم ما هیچ مخالف این صحبت ها نیستیم. در ضمن الان میبینم که خانم ژیلا جلیلی هم به جمع ما پیوستند که همونطوری که میدونید ایشون اندیشکده سقراط رو میگردونن و خیلی ممنون. ژیلا جلالی و چهارشنبه ها و خیلی کمک بزرگی میکنن به جامعهمون. خیلی ممنون اینکه به این جمع اومدید.
و همینطور آقای دکتر شکوه امیری، خانم دکتر خاتمی، همیشه خوبه که نظرات مختلف باشه، نظرات مختلف رو با هم دیگه بشنویم و معمولا این مسائل مشکل یک جواب آسان ندارن، هممون میدونیم که خیلی میگذره. ولی به هر حال یک بار دیگه دکتر باروتی از شما خیلی ممنونیم که این وقت رو گذاشتید و این صحبت رو برای ما کردید و خیلی ممنون. نفر دومی که امروز برای ما صحبت میکنه 2 مرتبه، همونطور که گفتم امروز یه روز خوبی برای سیپنا هست که 2 جوان سخنرانای ما هستن که دکتر باروچوی که دیدیم که کاندیدن و یکی از کاندیداهای دیگه که الان برای رزیدنتی سایکیاتری هستن، خانم دکتر مهگل حمیدیان. خانم دکتر مهگل حمیدی از ونکوور کانادا هستن. ایشون تو دانشگاه زیبای یونیورسیتی آف بریتیش کلمبیا رفتن و آندرگرادویتشون رو خوندن تو نوروبیولوژی و ژنتیکس به عنوان اینتگریتد ساینسز و بعد رفتن تو سنت جورج یونیورسیتی مدیکال سکول و مستر آف پابلیک هلت گرفتن و با آنرز از هر دو فارغ التحصیل شدن. الان دنبال اکتیویلی دنبال این سایکیاتری رزیدنسی اپلای میکنن که انشالله به زودی یک جای خواهند رفت و گفتن که علاقهشون هم بیشتر رو چایلد ادولسنت و دوست دارن برای ادوکسی، ادویکیشن و سویساید پریونشن. ایشون با امباسادور امریکن سایکیاتریک اسوسییشن فاندیشن هستن. همونطور که میدونید سیپنا is affiliated with American Psychiatric Association، یکی از قدیمی ترین از اسوسییشن های مدیسن تو این کشوره و همونطور که میدونید طبقه بندی بیماری های روانی رو با DSM این امریکن اسوسییشن APA شروع کرده و الان تقریبا همه دنیا همون طبقه بندی رو و همون حتی ICD نگاه میکنه رو اون DSM برای طبقه بندی بیماری های روانی. به هر حال این جمع مهم ما است و افتخار سیپناس که افلییت با APA. APA در کنارش APA فاندیشن داره که کارهای بگیم الان دکتر مهگل بیشتر برای ما توضیح میدن و اینا پروموت میکنن منتال هلت رو در جمعیت های محروم در قسمت های مختلف و منتال هلت چی میگن خیلی روشون کار میکنن. خانم دکتر حمیدی ما آماده هستیم اگر شما آماده اید. ممنونم ازتون دکتر گلیانا. سکرین من رو شما میبینین؟ پاورپوینت آپلود بله کردم من میبینم. الانم. اوکی، سلاید عوض شد هم دیدین؟ بله اوکی پرفکت. ممنونم ازتون. من پرزنتیشنم به انگلیسی هستش ولی اگر که سوالی فارسی بود یا انگلیسی میتونم جواب بدم. I'm an APA Foundation Pass Ambassador, providing an introduction to the APA Foundation. From my engagement with SIPNA so far, I've learned that we have many wonderful Iranian psychiatrists here who are in the later stages or middle stages of your careers, and you've built strong foundations of knowledge and experience. And what stands out to me is how genuinely you're willing to mentor and support trainees like myself. I think we can all agree that one of our shared goals is to be able to recruit and support early career psychiatrists. Residents and medical students who are interested in psychiatry. And personally, I would also love to see increased Iranian representation and visibility within the more general professional organizations as well, such as the American Psychiatric Association and the APA Foundation. And that's why I really wanted to share this presentation today to help us all learn about the many initiatives within the APA Foundation and the different ways that each of us can get involved, both for personal growth and to help guide the next generation of Iranian psychiatrists coming to the field. So a little bit of overview about APA and the APA Foundation. APA Foundation was established
in 1844. It's the oldest medical society in the United States, and it's the largest psychiatric member association in the world with over 38,000 members. The APA Foundation is a separate nonprofit affiliate of the APA, and it serves as the philanthropic and public education arm of the APA, working to advance mental health awareness, access, and innovation across the communities. Their vision is a mentally healthy nation for everyone, where we live, learn, work, worship, and play. And the mission is to promote mental health and well-being of individuals and communities. Everything the APA Foundation does is centered around this mission, whether it's strengthening systems, supporting professionals, and empowering the next generation of mental health leaders. The APA Foundation works with passion and purpose to invest in and advance the next generation of psychiatrists, supporting research and training, raising public awareness that mental health treatment works, and to create initiatives that improve mental health for people and communities that need it the most. This is one of their initiatives that I wanted to introduce, the APA Mental Health Care Works. This is one of their media campaigns, and it's one of the core public health education efforts to show that the mental health care is effective, recovery is possible, and that seeking help truly works. So what it is, it's a national media campaign that promotes access to effective mental health treatment by meeting people where they live, learn, work, worship, and play. The campaign connects all of the APA Foundation programs together through consistent purpose around education. And their primary audience is people who know that they're struggling, but they don't know what to do about it. The aim is to decrease the stigma and encourage them to seek help and support. There is their website I included on there. It will provide clear actions for people on how to find help and support. So you can also, as someone who is practicing in psychiatry, you can sign up to find resources to share, also to receive updates from their campaign as well. So the APA Foundation supports several initiatives across 6 main pillars. And what it's nice is that there's something for everyone, depending on your interest, career stage, or even your role within your community. The first pillar is schools. That's one of my main interests, school and college mental health. This could speak to any psychiatrist who's also even an involved parent and active in their local schools, or if you're just interested in school mental health as well, working to improve mental health education for teachers and staff so students can thrive. The next pillar is justice. This is especially relevant to anyone, for example, interested in forensic psychiatry or advocacy, or those who just want to understand how psychiatry and the legal system intersect. Then we have the workplace, which focuses on promoting mental health and wellness within the professional settings. That would be a great fit for psychiatrists who work with corporate clients, organizations who are just simply passionate about improving well-being in the workplace. Then there's the faith pillar, which connects psychiatrists who are also active in faith-based communities, helping to bridge mental health and spirituality and reduce stigma within those settings. The play pillar supports athletes, artists, and entertainers, people that are in performers who face high stress but often have fewer mental health resources available for them. And finally, there is fellowships and community grants, which are amazing opportunities for anyone who's seeking mentorship, leadership,